بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد پس اعمال چنین مردم در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است.